برای جلب کردن اینوستر برنامه‌های سطح جهانی ساختند در کار که خارجی‌ها مبلغ گذاری کنند آنها را هوسمند کنند لازم. و فکر شما از کدام سبب نمی‌بیان اینوسترها به تاجیکستان؟ برای که ما خود را معرفی کردن نمی‌توانیم به خارجه. اگر با سطح بلند معرفی می‌کردیم شاید آنها می‌فهمیدن می‌دانستن و می‌آمدن. خیلی شاید سببی انداز باشد یا سبب ایجاد گذاری که مثال بسیار ساختارها هست که مثال کمتر امکانیت دادن می‌شود. ما کمتر مثلا یک چون خیلی میگه امکانیت فراهم آورده شود که یک فعالیت برام ماننده. ممکن اندازه باشد، ممکن اندازه بلند باشد، ممکن همین سبب شرایط معین نشد آنو سرکشی میکنن اون اینوسترها خارجی اونم برای تمام شرایط ها بود معین باشند شرایط ها باشند چک شوند چگونه کار کدام نمود ساهای خود اینجا یا ترقی دهند یا که از خود کنند یا که استفاده کنند از همین سبب شخصان نیستن که همین بیزنس پلان های خوب داشته باشند از همین سبب ممکن که اینوسترهای خارجی به تاجیکستان کم میآیند. چی باید کرد که اینوسترها را جلب کنند؟ بیشتر همین کادرهای خوب رو تیار کردن لازم تا اینکه آنها بیشتر همین بیزنس ایده های رو تیار نمایند که برای منفعت دولت بیشتر باشد از همین سبب و درآمد زیاد نیز داشته باشد. اینوسترهای خارجی همان جای‌های رو از نظر می‌گذارند که تنها اونجا برای آنها مفید باشد، مقصد از اونجا یگان مبلغی رو به دست دارند. از همین سبب با فکر من کم به تاجیکستان می‌آیند. بیشتر باید همین جوان‌ها کادرهای همین جوان رو بیشتر آماده کردن لازم. فضای تنجی و آرامی باشد اگر به فکرم گارانتی باشد که یگان کس خلالدار نمیشد و نمیشد به فکرم اینوسترها می‌بیان بعد وابسته از صاحبکاری خودمون است که کدام پروژه رو پیشنهاد میکنن و میکنن که باید جلب کنن به خودمون. از تجربه معلوم است که اینوسترها هستند در مسئله اقتصادی داره. شاید بعضی مسائل امنیتی هم هست. ما گمان میبریم شاید که با بعضی مقصدهایی که منفعت‌های گویا دولت‌های دیگر باشند به همین خاطر من دیگر این مسئله که دیگر چی نتیجه میتد گفتن نمیتوانم. اما چی کار باید کرد که اینوسترهای خارجی را جلب کنند؟ عهده‌داری‌های در نزدمون میگیریم از اینوسترهای خارجی باید سری وقت اجرا کنیم گرچند که در دوره‌های دور ما مثلا از نتیجهش شاید اون مبلغ‌هایی که باز پس گردانیده میشود سری وقت همون عهده‌داری ما رو انجام دهیم. تمام. دولت ما حاضر خیلی وای کوشش کرده ایستاده است که همون کارا را وای کنند. چی میگم؟ هم دل اینوسترها یاوان. لیکن حاضر امنا این خیلی کارا تستر نمیشود اساس میشود در آینده ان شاء الله. چیکار باید کرد؟ باید حرکت کردن در کار از جوانان بسیار حرکت کردن در کار همون تاجیکستان بسیار دولت‌های اینوواسیونی ده برآوردن در کار برای همین بعد و ما باور میکنند بعد و باور میکنند که ما از ما یگان چیزا وای کنند پیش کنند یگان کار کنند برای آنکه اول خودمون باور کنیم بعد و با ما باور میکنند. یعنی حاضر اینوسترها باور ندارن به ما باور بفکن نه ما وقتی که خودمون یک مهمان مثلا رفتند یا یک چیز داده ما در کار بعد وای میبیاد پیش ما اگر یگان چیز نتیم حاضر دیگر روز نمیاد. شاید که از مسئله حقوق بندی همین جهتش ممکن که در اینجا حمایت کردن نمیتونن و خودشون حقوق خودشون شاید از همین سبب باشد که مثلا کمتر میبیان به تاجیکستان ما مثلا یا اینکه ما و یا جلب کردن نمیتونیم.